اگه بیشتر از 3 تا سوال جواب بدی یعنی یه اسطوره کالافی. بزن بریم. سوال اول، سریع‌ترین ماشین بازی کدومه؟ بچه‌ها درسته هاورباک میتونه رو آب خیلی راحت راه بره، من اونقدر سریع نیستش. اوآروی هم که خیلی کنده. بین این دو تا من ATV رو حذف می‌کنم، فقط یه جواب میمونه. بله درسته، کاملا درسته. سوال دوم، تو چه سال بوچر فارم از گرگ تبدیل شد به زامبی؟ درسته اونقدر قدیمی نیستم که اینو بدونم، ولی قطعا همون سال اول که عوض نشد و به 2026 هم که نرسید. من میگم بعد گذشته یه مدت یعنی 2022 عوضش کردن دیگه. بعد فقط بعد گذشته یه سال عوضش کردن. چرا آخه؟ بخیال. بریم سوال بعدی. کالاف بر پایه کدوم زبان برنامه نویسی درست شده؟ بچه داخل ویدیو که میگفت چرا وارز موبایل خیلی بد شد، شنیدم سی شارپ جواب درسته. بله کاملا درسته. بچه از اونجایی که سوالا خیلی سختن و شما خیلی هم مخاطبای خوبی هستی، تصمیم گرفتم یه آوانس بدیم به شما و فقط با یه لایک ساده میتونین یه امتیاز اضافه داشته باشید. به همین راحتی. برگردیم سراغ ادامه سوالات. آخه این ویدیو اومکسیکس برای کیه؟ بچه‌ها ایزی، ولی متاسفانه یه سال پیش ایزی بود ولی متاسفانه. بله. سوال بعدی میگه که چند تا کاراکتر میتیک داریم؟ بابا خیلی آسونه. گوست، اسپکتر، سوفیا، دارک شپرد و تمپلار. 5 تا دیگه. وای چرا 6 تا آخه؟ وای سایرن یادم رفت، شرمنده. بچه‌ها حتما داخل کامنت ها بگین چند تا رو درست جواب دادیم و حتما هم ساب کنین، چون به محض اینکه به 500 تا ساب اول برسیم قرار قیافه منو ببینین کلاغم بره. خدافظ.